آندرس اینیستا پا به توپ جلو میاد، موقعیت برای بازیکن بارسلونا، توپی که به تیر دروازه برخورد میکنه. ایرانی جدید فصل رو شروع میکنن. این حرکت مشکوک به آفساید مونیره که توپ میخوره به تیر و برمیگرده. خیلی خوب چرخید و ضربه رو زد. پاس اینیستا هم حساب شده و زیبا بود. راکیتیچ، مسی تو عرض پاس میده، موقعیت برای بازیکن بارسلونا و تیر دروازه. یه بار دیگه به یاری تیم الچه میاد. این طرف هم پرتاب میشه بیرون. رافینیا با هم صحبت میکنند. راکیتیچ فرسته برای دروازه، فرصت و توپی که متیو به بیرون میزنه. ماسکرا میخوام توپ رو اینیستا پاس داد به راکیتیچ، پاس میجله راکیتیچ، این موقعیت مسی که توپ از زیر تیر افقی تیتون بیرون میکشه. اون آفساید بود یا نه؟ بله آفساید بوده. یکم جلوتر بود لیونل مسی، ضربه‌اش رو زیاد خوب نزد. توپ بیرون نرفته، توی رفت و برگشت بازیکن الچه توپو میگیرن، اون رو لو میدن. فرصت برای مسی، حالا در منطقه جریمه موقعیت و توی دروازه. گل رو بازیکن بارسلونا به ثمر میرسونند. لیونل مسی دقیقه 42 نتیجه رو 1-0 میکنه. حرکت مسی بین مدافعان و ضربه‌ای که روی زمین میزنه به زاویه مخالف و دیگه مقاومت تیم الچه در هم شکسته میشه. یه بار دیگه با هم ببینیم. اینجا توپ رسونه به مسی بین 4-5 بازیکن توپ برد به فضای مورد نظرش و دروازه رو باز کرد. پاس گل از بوسکتس. به هر شکل بارسلونا 1-0 جلو میفته. حالا اینجا شاید ماسکرانو کارت قرمز بگیره. ببینیم. بعد چه اتفاق عجیبی میفته. 1 دقیقه بعد از زدن گل بارسلونا 10 نفره میشه به خاطر خطایی که پشت منطقه جریمه ماسکرانو مرتکب میشه. بازیکن بارسلونا در سمت راست قرار دارن، بازیکنان تیم الچه در سمت چپ در نیمه دوم. ببینیم حاصل تلاش دو تیم چه خواهد بود. موقعیت و توی دروازه. گل دوم رو تیم بارسلونا با ضربه مونیر میزنه. چقدر خوب زد. هوش و ذکاوت خودش رو روی این گل به نمایش میگذاره. درست در لحظه دروازه فکرش رو نمیکرد و بیرون پای چپ توپ رو به گوشه دروازه‌اش انداخت. 2-0 بارسلونا. یه بار توپ رو با عالی از بازیکن بارسا در محوطه جریمه اینیستا، موقعیت دروازه تیتون که باز نمیشه. این بار دیگه به هیچ تعویقی نمیگه. مسی، فرصت برای مسی در منطقه جریمه. خود مسی همچنان فرصت داره. مسی و توی دروازه. گل سوم برای تیم بارسلونا، باز هم با ضربه لیونل مسی. بازی میشه 3-0 به سود بارسلونا. دنی آلوس حرکت رو به این ترتیب شروع میکنه و این مسیه که در حضور 3 مدافع همه رو به هم میریزه و خیلی راحت با یه بغل پا به زاویه پایین چپ دروازه دوباره گلزنی میکنه و بارسلونا رو به گل سوم میرسونه. 3 تا بازیکن در عرض جا گذاشت با یک ضربه ظریف و کاملا مهندسی شده توپ رو به گوشه پایین فرستاد. موقعیت قشنگ و خوب برای تیم بارسلونا. روی حرکت خوب پدرو به اطرافش نگاه میکنه. پدرو خودش هم میتونه شوت بزنه. پدرو ضربه محکم این بازیکن رو برمیگردونه تیتون. مسی، فرار مسی جلو میاد، پاس عمقی رو میده پدرو و باز هم حضور به موقع تیتون دروازه‌بان تیم الچه.